با سلامی دیگر باره به همه بینندگان عزیزی که حالا ما رو تماشا دارند. شاله گل خوج هستم در روبروی شما و بینندگان عزیز. ما بنابر بعضی از مشکلات فنی برنامه رو که صحبت خود رو کمی پیشتر آغاز کردیم، یعنی 14 دقیقه پیشتر، ولی امیدوارم که شما حالا ما رو تماشا دارید در آزادی ویدیو، کانال مخصوصی رادیو آزادی که سرشار از خبر و گزارش‌های تازه تاجیکستان و جهان است. و من در طول چند دقیقه برای شما سرخط خبرهای تازه را خواهم گفت و فراموش نکنید که بعد از 30 دیگر همه شما رو بازم در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی منتظر میشم. اعلان حکم نزدیک شده است. عبدالکننده دولتی برای باباجان شیرینزاده، مرد 33 ساله که در کشتاری همسر سابقش متهم است، سالهای طولانی زندان را طلب کرد. حادثه 6 ایون رخ داده بود. باباجان شیرینزاده همسر پیشینش مایره یتیم را با ضرب 13 کرد در پیش چشم دو کودک نابالغش کشت. در مرافعه روز گذشته که در دادگاه دوشنبه جریان دارد، پیوندان مایره یتیم و شرکت داشتند. پدر ماهره با همکاران ما صحبت داشت و نظرش را درباره طلب دوستانی گفت. در این باره ما در برنامه خبری به شما جزئیات میدیم. تنها همین را یادآور میشوم که باباجان شیرینزاده پسر گنرال و یک صاحب مقام تاجیک است و قضیه با بیرحمی مخصوص به قتل رساندن همسر سابق در جامعه تاجیکستان سر و صدای زیاد به بار آورده بود. نرخ آرد بالا رفته است. در بازارهای تاجیکستان یک خلطه آرد نسبت به ماه پیش 15% قیمت شد. برخی ساکنان میگویند به این هم در خریداری این نوع محصولات مشکل میکشیدند و با پولی که در دستشان دارند نمیتوانند یک خلطه آرد بخرند. پرواز نرخ آرد در بازارهای کشور در حالی است که تاجیکستان سالانه به 2 میلیون تن محصولات غلطانه نیاز دارد که تنها حدود 1 میلیونش از حساب تولیدات داخلی به دست میآید. باقی احتیاجات خود را از حساب واردات تامین میکند که تقریبا 85% از قزاقستان بوده است. با وجود آنکه مردم از بالا رفتن نرخ آرد نگرانی میکنند، اما تاجران میگویند آنها مجبورند برای نگاه داشتن تجارتشان نرخ را بالا برند. این دفعه سبب بالا روی نرخ آرد را به چه وابسته میکنند؟ در برنامه خبری با ما بیایید خواهید فهمید. ما میتوانیم پاسخ بدهیم. پرزیدنت روسیه به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره خارج شدن از پیمان منع گسترش موشک‌های اتمی میان پرواز واکنش نشان داد. این پیمان سال 1987 بین رونالد ریگان رئیس جمهوری وقت آمریکا و میخائیل گورباچوف کاتب اول حزب کمونیست شوروی امضا شد. هدفش از بین بردن موشک‌های هسته‌ای با برد 500 تا 5000 کیلومتر بود. ولادیمیر پوتین در این باره چی میگوید؟ کمی دیرتر برایتان جزئیات میدیم. جوانان تاجیکستان و افغانستان و پاکستان در دوشنبه راههای پایدار کردن صلح در همسایه کشور تاجیکستان را بررسی کردند. ملاقات نمایندگان سه کشور در دایره جشنواره بین‌المللی امکان پذیر شد که تشکیل کننده آن وزارت خارجه آلمان است. همکاران ما در این جشنواره بودند و یک گزارشی را هم تهیه کردند که پیشنهاد دارم در برنامه خبری با هم تماشا کنیم. و همین گونه در برنامه امروز از زندگی جفت برای شما قصه میکنیم که به قول از میان آب و آتش گذشتند و هنوز هم در روبروی چالش‌ها قرار گرفتند. هر دو نفر در جسم خود ویروسی نورسایی مسئولیت بدن و یا ویچ را دارند، اما با این هم تلاش میکنند یک جای با مشکلاتی که به سرشان آمده است مبارزه برند و حیاتشان را با همدیگر بپیوندند. صحبت آشکارا و آموزنده این جفت را شما امکان دارید در برنامه خبری رادیو آزادی بعد کمتر از 3 ساعت دیگر تماشا کنید. بینندگان عزیز، خبرهای ما زیاد است و من همه شما را بعد 3 ساعت دیگر تبریک هم گفتم در پخش مستقیم برنامه خبری منتظر میشوم. با ما بیایید.